بچه من سیر قفایی در خیلی پوشنگا اونا نیزه خیلی مادر عیانه هر یک فرزند فعل رفتارش هیچ درک ندارم بچه جان. بگن که دلش بسوزه که اینقدر پدر رنج دیده، اینقدر مادر گریه کرده، دلشون سوخته است. سلام و درود بر شما برادران و خواهران اهل اسلام. پیش از همه دعا میکنیم که وضعیت این برادر در ما و شما در یگان تایمان نیاره و بعداً پیش از نما رو تماشا کردن یا لایک و در زیر کامنتر یک دعا بکنید که مشکلی همین برادر وضعیتش آسان بشه. وقتی که ما در علاقه شدیم گفتم که برادر شیرین میشه که ما بعد کار یعنی که ساعتای 6 7 بیام گفت اگه من کار ندارم دیگه همین مشکلی همین وضعیت ما همین برادری ما یافت بشه ما دیگه یگون چی مال جهان در کار نیست. انا همون نوای جانگداز مادر بود پدر بود که مقصد برادر را تشویش داده یعنی که برادری خودش میکوه میگن که فرزند پدر میوه نایافتنی است. برادر جان شما گویید که برادر شما از کی باز این جانب گم شده؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزی 7 مای بود در شهر سنت پترزبورگ قرار دارد. نام فامیلش قربان و فرهاد مظفرویچ. 12 اکتبر سال 2002 روزی 7 زنگ زدیم اتام گاش گفت که دادر نیست تلفن میکنیم تلفنش جواب نمیداد. تمام جاعت دلو دیگه چهار رو کشتیم کفتیم نیافتیم. چند رازق نشه برادرم همش خوب میشه بزرگی الله. مادر درک داره نه گم شدن فرزند شد؟ مادر درک داره کسل دردمنده. پدرم درک داره در شهر سنت پترزبورگ خون میزیده است خونی جگر خورده است. خیر انشالله همش خیره. دعا میکنیم که باز هم برادرها میگم که انا همون نولای جانگداز فرزند پدر بود که برادر با ایجا آورده هر کس هم که روی اکران پروست تک نمیبروید. سوال در رفت صحبت پدر قطعا یک صحبت میشویم یک چند سوال دیگه میتونیم برادر در سنت پترزبورگ بود. در سنت پترزبورگ بله. در رایونشون افسوسکی رایون پسیالک سپوتنیک میگفتن و خدمت رفتگی اونجا دیدگی اونجا شونه. چند سال شده اونجا کار فعالیت میکرد؟ و از سن 16 سالگی شما اگه در هم پیتر هم کار؟ در هم پیتر بله. اونجا خواهرچم هم هست مثال شوهر خواهرچم هست. پدر پروسه او دورتر کمتر دورتر بود که با اخران کار میکنه پدر. زندگی مشکل زندگی هم خیلی مادر دردمند پدر خچم دردمند نمیدونم چه حساب چه سبب تا حاج به درک است. اویلادار بودن؟ نمی ماه ینور 3 ینور تویش بود ده همونجا گذراندم بودیم در سنت پترزبورگ. تویش ده همونجا گذرانده بودیم بله. خداوند مشکلشون آسان میکنه. اگر همین برادر همین دودر همین نفر بینین اینا من رسمش میگذارم روی اکران ده اگر دیده باشین یا که یگون کس مثالی گپ در یگون جاها مثال شنیده باشه که هم خیلی جاده حتما به همه رقمشون مراجعت کنین. باور میکنین مادر بنیهایت گریه مادر ما فهمیدیم دل خودم ریش ریشید. برادر ابی که مرد باید گریه نکنه لیکن بسیاری بعد خیلی دیگه جای گفتنی نیست. باور میکنی پدر قطعا اینا در لازم باشه میتونه که پدر قطعا صحبت بله. مادردم زنگ بزنم پدردم مادر در تاجیکستان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. پدر جان خوبه؟ این تنجین سلامتیتون خوبه؟ وقت خوشه؟ همه نغزه بلند شکری الله. خیلی پیش از همه دعا میکنیم که فرزندتون تیزتر یافت شود. خدا خواهد این همیجا برادرها تماشا کیسی هم میساخت برای این نگاه کنیم برادرها انشاءالله زیغ نشیم. پدر جان خدا خواسته باشه دعا میکنیم که مشکلی شما را الله آسان بکنه. پیش ای برومدنشون یگون چی یگون مثال پیش ای گم شدنشون یگون چی شما دا نگفته بودن؟ نه هیچ درک ندارم بچه جان. انشاءالله زیغ نشیم. همون جای خوش بین ساعتی 1 و 2 شوی 7 به 8 مای دخترچه میگه یا دروازه ترقص شد و بیدار شد و کس برام دیگه ماشین که کدام سمت رفتیم یا اللهی بزرگ میدانه تمام دیگه یگان معلومات مدباری و این ندارم. خیلی کسی که در همین کار یاردمش برسانه پروردگار
بزرگ همه غریبا را آمین به اسمت خودش نگاه دارم. انشاءالله زیغ نشین پدر جان خیلی کوشش میکنیم که انشاءالله ما هم همین ویدیو را رسپسرانت پهم بکنیم یگان جدا شاید خیلی یگان جا رفتگی باشه یگان جدا پنهان شده باشه خیلی بیننشه شاید بگن که دلش بسوزه که اینقدر پدر رنج دیده است اینقدر مادر گریه کرده است دلشون سوخته است شاید با هم وابسته که پیدا میشون انشاءالله فقط شما زیقی نکنید انشاءالله پدر جان کسی که در رای آرزو میکنه پروردگار برکت بیاورد آمین گشتگیاش را رحمت کنه همه غریبا را ای خداوند در هر نمازم در سری جای مخصوص دعا میکنم بگی پروردگار همه ما و شما در پناه اسمت خودش نگاه. آمین پدر جان معلش خیزیق نشین انشاءالله دعا میکنیم ما هم که خداوند مشکل شما را آسان بکنه فرزندتان جگربندتان دریافت بکنیم انشاءالله خدا حافظ معلش خیلی الله نگهبانتان باشه گریه نکنین زیقی نکنین انشاءالله خوب میشه همش خوب پدر جان معلش بنیاد مشکل بنیاد مشکل باور که پدر چی خیلی که دیدین که گیره کرده سه عشق شده سه به خاطر فرزندش خداوند دعا میکنیم که فرزندش تیسر در هر جایی باشه خوب نه بلکه روزی ان که خوب مرده شای خود زنده شای راستی گپ خدمم دیلم پرشید گپ زدن نتونستم با این خاطر برادرها ویدیو را هر قدری که میتوانید پهم بکنید زیر کامنتر دا بنویسین شاید یگون کس یافته باشه دیده باشه شاید یگون جدا باشه اقلا زنده شای مرده شای روزی ان که امورا دریابن که دلشون آرام بشه این برادرش باور میکنیم این مادر های نه با مادر خدیجه o çocuğun WhatsApp'ta giriyorsun ku. Mayla joy sozda be. O çama bu telefona. السلام علیکم و رحمت الله مادر جان خوبین تنجین سلامتیتون خوبه شکری خدا شما سوزد بچه جان سلامتی خوبه میشه الحمدلله مادر جان راستی گپ بسیاری از فرزندها خیلی روز دلشون در اوچه میگن که مثال پدر دنه و بیشتر در اوچه میگن پیش از همین گم شدن همین فرزندتون شاید یگون چی یک گفته بود شما دکی شاید یگون شکایت داشت شاید یگون جدا مثلا یگون روز دل داشت شاید یگون کس تهدیدش میکرد نه فقط بخشش پرسید پیش رفتم خیلی گیره نکنین انشاءالله همش خوب میشه وقت نه شما دم یگون چی نگفته یا فرزندی مایدگیتون بود یا که کلانیتون مایدگی کنجگی مونه کنجه باشه خداوند دعا میکنیم که خیلی مشکلشون شما را آسان بکنه بچه ما سیر قبایی دار خیلی پوشنگ آنها نیزد خیلی مادر عیان هر یک فرزند فعل رفتارش قبل درست بیشتره میارز بیشتر بخشش پرسیدن اگر شوش ما بخیرش و نگفتین شما که برای چی بچه جان بخشش میپرسین شاید یگون ما گفتم برای چی بخشش میپرسین من آل گفت بچه جان من تو نه دوستی بسیار میدارم همقدر دوست میدارم تا که گفتم ندارم من یادت کردم و گفتم هم تو یاد کردم من تو دیگه خیلی دوست میدارم این یاد گفتم با خیلی بچه که مایدکی و کنجگی را کنجه را همه دوست میداره وای بچه با گفتم که چی ده ببخشم تو بچه جان تو مدن نه در بودکی نه در کلانید مدن غم دادگی نیستی یک بار من گپ گردندگی نیستی خیلی ببخشم بچه جان ای خیلی گفتم بخشیدم تو برای چی ببتر دیگه به هیچی نه خیلی خدا خواه شاید یگان جو دادی نه نولای زوری شما را گریه شما عشق شما را میبینه که دلش میسوزه میوه با آخی ما هم دعا میکنیم که تستر بسیار دریافت شوه این برادرها هم اپا و خواهرات همشا دارن انشاءالله سخنهای شما را خدا خواه دلی همه ریش یا دلی شما نه دلی همه ریش رشیده است انشاءالله معلش خیلی زیق نشین مادر جان چی دردش نمیدانم درد شبه هیچ که هم نگفتن همش خوب میشه از زندگیش کم تر بود خفه شدگی تر بودم خیلی در مسئله اویلداریش خیلی خداوند مشکلش آسان بکنه باز هم دعا میکنیم که مشکل شما را آسان بکنه معلش مادر جان خیلی زیق نشین گیره نکنین انشاءالله خدا زیق نکنین معلش Mayla o çocuğun. انا که دیدین که نولای زار مادره
دیگه هیچی گفتنی نیستم. هر اون نفری که همین برادر میبینه میشناسه یا دیده یا که در شناساتون همین نوارا پام بکنین تا همین دودار همین برادر ما دریافت با دوداری برادر دریافت بشه و ان شاء الله از همه شما خواهش میکنم، از یک شما خواهش میکنم باور میکنین اگر یگان نفر هیچ اگر مجبوری سخت نشوه روی اکران نمیبره. ما وقتی گفتم برادر بیا خیلی صحبت بکنیم جان و دلم خدی گفت اینا آمده ایره دور آمده الحمدلله نوارا کردیم. باقی در امان خدا باشین. خدا دعا میکنیم که هیچ یک مشکلی را هر یک ما و شما نبینیم. در همین غریبی ها خودتون احتیاط کنین. وضعیت ها را دیدین چه خیلی در یگان گپ یگان کسا یگان گروه ها هم شامل نشوین. گپ یگان کسا نگیرین. فقط کار خانه الحمدلله زندگی بندگی زندگیتون پیش ببرین بندگیتون پیش ببرین ان شاء الله خداوند برکت شمیت ها وقت. باقی در امان خدا باشین. الله مهربان نگهبانتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله.